7 درس مهم از کتاب روانشناسی پول که طرز فکر تو رو برای همیشه تغییر میدهد. چرا بعضی آدم‌ها با درآمد کم ثروتمند میشن، اما بعضی‌ها با درآمد بالا همیشه بدهکارن؟ مشکل معمولاً پول نیست، مشکل طرز فکر ما درباره پوله. توی این ویدیو 7 درس طلایی از کتاب روانشناسی پول رو یاد میگیری که میتونه نگاهت به پول رو برای همیشه عوض کنه. ثروتمند شدن فقط به درآمد بستگی نداره. آدم‌های زیادی درآمد بالایی دارن اما چیزی پس‌انداز نمی‌کنن. ثروت واقعی یعنی پولی که خرجش نکردی. 2. شانس و بدشانسی نقش مهمی دارن. موفقیت فقط نتیجه تلاش نیست. شرایط، زمان و شانس هم تأثیر دارن. پس خودت رو با دیگران مقایسه نکن. 3. مهمتر از پول درآوردن، نگه داشتن پوله. خیلی‌ها پول زیادی به دست میارن، اما چون درست مدیریت نمی‌کنن، همه چیز رو از دست میدن. 4. سرمایه گذاری یعنی صبر. بزرگترین راز ثروتمندان اینه که اجازه میدن زمان به نفعشون کار کنه. سود مرکب معجزه میکنه. 5. آزادی از تجمل ارزشمندتره. پول واقعی یعنی بتوانی هر وقت خواستی استراحت کنی، نه اینکه فقط وسایل گران قیمت بخری. 6. هیچ وقت همه پولت رو ریسک نکن. همیشه برای اتفاقات غیرمنتظره پس‌انداز داشته باش. آینده همیشه قابل پیش‌بینی نیست. 7. رفتار مهمتر از هوشه. بیشتر تصمیم‌های مالی احساسی هستند، نه منطقی. اگر احساساتت رو کنترل کنی، پولت رو هم بهتر مدیریت می‌کنی. اگر فقط همین 7 نکته را در زندگی اجرا کنی، نگاهت به پول کاملاً تغییر می‌کند. اگر دوست داری خلاصه بهترین کتاب‌های دنیا را در چند دقیقه یاد بگیری، کانال را سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی را از دست نده.